رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. Tomorrow, na sorod barman mikiri. Marhamat televizyonda e'lon qildi dunyoki Alexey II Sorokovadan приезжайте к нам. Не вас ждем. Телевизор барman qildi. И mana bir qadamу диктор janjol qilib ro'y to'jiki chilfon. Qanday chin mehr pachame mehra. Biroq nima janjol qilgan? To chuy hakim o'ri xili qildi. Shu pasma g'usiga mardum fahmi. Dunyoy moro fahmi do'st ko'p qildi. Biroq nima janjol qilgan? Yo men chinam qilaman. Am firshon Пишем дикторы московские программы, такие, пожалуйста, приходите к наш дом Алексей II. Чак Оушьян, Ставостул на Крива, Кечонда на Сода Удеречу, уж пишел адьон. На дороге Христиано. Баба назига бродом кустадуке, млохо ешоной чилхур. Хамы млохо ешоной чилхур неста. Докин кадоме чил мехра, عروس میمرد میخرد یا که شهر بچه میمرد میخرد من ندارم الکسی استراید چیز داشتم تو برای بخیرید من همش تکلیف که دادم یه ملوی شونه چیل کر کدامش چیل میخرد با کدامش که نخره خفه نشو را ما نگفتم کدامش که میخرد ای زنکی که شوهرش مرد است 30 ساله شوهر مرد است کودکای 5 ساله فیلماشون کشار شیمپراشون دلیدگی والله نان الکسی خوردن هنوز تازه والله برای که این حرام است فروشی خب نگه دورتا نفهمی که نو عصر ده یک کسی فتوا داد یک فتوا میگه مسئله پرسید خب یک کس دادرش پول خرج داده است مال داده است بعد یک هفته پس یا که یک ماه پس پول آورد دادرش داده است این قرض اکش داده است در وای هرشو یک جو سودا میکنن آمد از قطعه اکش رو پروشته است رنگی دادرش هر یخه بعد جورم پولای بارو نمیگی تازه 3 تا خیلی داده بود دادرش در همین محل میگه ما داده بود تو نداده ببینید گفت که زنم 3 تا به تو دادم خب این مسئله را اگر خداوند ذهن بده ای دیگه فتوا نه گفت گفتم که اگر ما جواب گفتم به جرأت عقلش نمیگیره که اگر کسی مرا پرسه که از کدام فتوا جواب میگی گفتم بگم مختصری خدا رحمتش بکنه مختصری که مختصره فتوای خشن همین اولی کتاب ایمان ده میگن ایمان 3 خیل میشه خب کیز لغو بعد منعقید این ازم لغو شد این قسم چیز عقل نمیشه این لغو است او داد است اون یقین میکنه که ما دادم لکن مانن کرد یقین داردی لکن وای نیستی او دادرش دیگه کسل این قسمش حالیش لغو است خب سوال بوسه دادن قبور مطلقاً چه حکم دارد؟ جواب استفتاء مسئله 302 علما می‌فرمایند که بوسیدن قبور اولیاء جایز نیست پس در مورد بوسیدن روضه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و قبر جنید بغدادی و شبلی و سلطان العارفین بایزید بستامی از روی محبت چی می‌فرمایند؟ جواب حامیدن و مسلیان الله را حمد میگم الله را و پیغمبر خدا صلوات میفرستم برای شما جواب میگم بوسه دادن قبور مطلقاً مساوی است بوسه دادن قبر مطلقاً مساوی است یعنی همش عام است برابر است در چی برابر است که قبور انبیا باشد یا قبور اولیاء باشد و صالحا باشد شهدا باشد یا قبری پرنوری مبارک سید الکائنات صلی الله علیه وسلم باشد نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است کی گفته است فتواش نه فتوای منبع العلوم جلد اول کتاب عقاید و کتاب بدعات و رسوم صفحه 367 چی نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است وقتی که ما اهل سنت گفتیم شیعه ها میبرایند
شیعه ها در اهل سنت و جماعت داخل نمیشوند. برای ویا قبرم بوسه کردن عبادت است. خب نعوذ بالله از قبرم مدد طلب میکنن، همه چی اجازت است. لیکن ما باید در راه خودشان ما باید در خود ما داخل نمیکنیم. ما را در اهل سنت جماعت هیچ محل داخل نمیکنیم، برای که پیشواهای ما امام اعظم رحمت الله داخل نکرده است. و وقتی که شما فراموش نکنید در هر جا که اهل سنت جماعت شد اجی شیعه میبراید، اتوماتیک میبراید. این نه که خودش آسته براید، اتوماتیک میبراید. بارک الله. فهمیدیم؟ با یه بار دیگه میخونم. با در آخر گفته است که یا قبر پرنور مبارک سید الکائنات صلی الله علیه و سلم نزد ائمه و تمام اهل سنت حرام است، چرا که این عمل از عادت نصارا. از عادت چی؟ نصارا کی است؟ کریستیانا. ما به نزدیکی برادرم گفتم که ملاهای ایشونای چلخور، همه ملاهای ایشونای چلخور نیستن، لیکن کدام چل میخرد؟ عروس میخرد یا که شه بچه میخرد فرق ندارد. الکسی افترای چیل داشته، گفتم برید بخرید بخورید. من همش تکلیف کردم که ملای ایشونای چلخور کدام چیل میخرد، با کدامش که نخره خفه نشه. اونم نگفتم کدامش که میخرد. ای زنکی که شوهرش مرد است، 30 ساله شوهر مرد است، کودکای 5 ساله خیلماشون کشال ژیمپراشون دریدگی، والله نان الکسی خوردن حلال تر است. والله برای چی؟ برای که این حرام است، رنگ گوشت خود حرام است. الله در قرآن چی میگه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. هر کسی مال حق کودک میخورد آتش میخورد و به نزدیکی دوزخ میدراید. لیکن چیلی الکسی افترای و زن نداره، فرزند نداره، پاپای برای بخوشه حق میخوری با پیچان با بیوت بیار. ای شه بچه‌ای که میمونن 20 ساله 22 ساله همون برای بالا در یک بچه که نو 20 ساله مرده، هم اینستیتوت میخونه هم تاکسی. همون من ایمی 8 ایتاژ نگاه میکنم در خونش 3 تایلوک باشه خودی نیست، خوردش قدرت نامی الله. او زنگیر بیچاره شب روز کار میکرد. یه روز دخترچه میده که میگه اوتاجان اون هم حولی هم میده 3 کو بود و نیست. دختر جانی من روزای پنجشنبه نگاه که گفتم درنده ها میرم ایم بری پایون مسافرها را گشته نمیتونن از سوقتی برامده میرم میخرم قدرت خدا. نعوذ بالله نعوذ. بعد من یک زنه که همسایه ما خیشاشونه، بعد ما علم پرسیدم که کوار جون همون پرس که همون مسافر هم دارن از بعض قشلاق قشلاقا را بینید روز شنبه هم با نام میکنم مرده روز پنجشنبه هم این از نصارا ماندگی است. این است همین کاری میکنن دخالت میکنن. او در این اکو بیان مرکزا ملای ایشانی چلخور یا ملای چلخور پس بگو چی ما اختلاف میکنی؟ تو ما را نصارا برابر میکنی. مرحمت تلویزیون اعلان کرد در دنیا که الکسی افترای سراکوبای دین پریجای تکنم میواتش دیوم تلویزیون برآمد کرده. ایمانی برای قدیمو دیکتر جنجال کنم ملای توجیکی چلخور کسی که چیل میخره پنجشنبه میخره برای قدیمه جنجال کنن. تو چوی حاکم رو خیلی کردی؟ چون پس نگفتی که مردم فهمید گناه ما رو فهمید اشکار خیلی برای قدیمه جنجال کنم. یارو من چی نگفتم، هم پیرشون گفته، هم پیرشون همو دیکتری مسکووسکی پروگرام گفته که پجارستان приходите к наш дом Алексей II. Чанд бо куштиян, стол стул накривад, печонда насода уже не чу гушт бисёр алиё. Ай бечораи, занаки бечора, ай пашем месемиш ке мефред дар кадира. Кудакш мега чечона сете, и хабку муллаҳо рӯзи пашем меян. Наки бачам, наху. Я шоколоте, хабку бачам муллаҳо меян рӯзи пашем. یک بار برای شما ببینید قشون قطعیشون شما اشتراک بکنید انمی مسافرهای بدبخت با میخورن با خرید خیساشون با ایلالی 2 شکلات که زنک گیره کرده جمع کرده با دکسش میندازه با نبیرش میبره. این والله درو نیست، برای ببینید بچشمتون، برای بچشمتون ببینید. بعد بیاد بگه که تو دروغ میگی راست میگی، برای اختم بچشمت یک بار قطعی ما کشه یه نه گو تو برای ببین من نتیاش مکنی رو خیلی بگو شما زولی ما چیکار کنید شما. یک بار همون زنه کفر گیره کرده میگه خیلی چیکار کنم میگن احتجام میگه میگه مجبورم چیکار کنم میان خونم
بعدش آموخته شده. حنفی نیستن دروغ میگن یوگی. اینا نمیدونم در مذهب خودشون یا در مذهب آتش در مذهب آتش چه که پدر مادرش کرده همون رو میکنه یو. این امام اعظم هم گوشته میکنن یو. دروغی میگن که ما حنفی دروغ میگن یو. حنفی با چرا قبول میکنن؟ پس در مذهب اعظم حرام، شیل حرام، سال حرام نیست، روزی مرده کشتن نیست، قبر بوسه کردن حرام، دعو زدن حرام، همه فتوای حنفی است کو. یا حنفی نیستن. ما در روز قیامت گویم یا حنفی نیستن. امام اعظم هم دروغ میگن. اگه خدا روزه کرد این امیر امام اعظم بیاید همه گوش نمیکنن. با همون تهمت میکنن. او پیشتر حضرت دیگه عقیده‌شو سلفیش نمیگن. این امیر با تهمت این توجیه مردم تهمت کردن والله هیچ گپ نیست. در سر یک کس یک گناه زدن. این برای توجیه دو کراتور اکشو میدونن ایران. یک کس تهمت کردن، یک کس بد کردن، این هیچ گپ نیست برای توجیه. این توجیه میگم بچه جانو. قضیه هم جوره. اونم یک کفو میگه اختلاتی خدا. این توجیه میگه این اوضاع در خونش این همون چیز داخلشت المحتار بردین. بهترین فتوای حنفی مذهب ما و شما که سر قبرستان که رفتی مگر روزی مرده مالکشی مکروه تحریمی است. نه خو سر قبرستان رفتی خانت برو نه یا کشته دویم بار مصیبت زنده نساز. با چی بگم بیچاره یو خدا رحمتش کنه. او در باره خوردن این محمد عمر سربازی این خیلی سخت گفتگی است. حرام خریدم مصافحه دای مرا میگه حضرت تو چون نمیخری؟ گفتم درست نیست. ما چی بخورم من؟ رسول مردگی یک خانه ده 13 ساله